سمانه نگاه هستم، اهل شهرستان املش در شرق گیلان. تحصیلات من هواشناسی هستش در مقطع دکترای تخصصی از دانشگاه علوم تحقیقات و تقریباً حول و حوش 14 سال هستش که در مرکز پیشبینی هواشناسی استان گیلان مشغول به فعالیت هستم. ما شرایط جغرافیایی خیلی خاصی در استان گیلان داریم که تقریبا در هیچ استانی در کل کشور نداریم. ما مجاور یک پهنه آبی عظیم و گسترده به نام دریای کاسپیان هستیم که تأثیر بسیار عمیق و مهمی روی شرایط جوی استان گیلان داره. علاوه بر اون در مجاورت رشته‌کوه‌های البرز هستیم. در بعضی از مناطق استان ما فاصله میان دریا و کوه اونقدر کم هستش که شاید تفکیک کردن این که این منطقه ساحلی هست یا در کنار دامنه قرار میگیره خیلی سخت هستش. تصاویر ماهواره طی تقریبا بالغ بر 15 سال اخیر نشون داده که ما در جلگه مرکزی گیلان سنگین ترین برف ها رو تجربه کردیم. معمولا برف های جلگه گیلان برف های از نظر وزن سنگین تر هستن، یعنی در واقع آب محتوای برف بیشتر هستش در مقایسه با خیلی از مناطق دیگه فلات ایران. همین مسئله باعث میشه که بحث خسارت توش شدیدتر باشه، یعنی سنگینی که برف داره روی ابنیه رو سازه ها میتونه شدیدتر باشه که همین مسئله هم بایستی حالا تو بحث شهرسازی، تو بحث استفاده از مصالح، استحکام در واقع سازه ها مد نظر قرار بگیره. دریاچه هایی که در منطقه ارزهای میانی، یعنی همین منطقه‌ای که در واقع استان ما قرار میگیره تا مناطق نزدیک به قطب درون قاره ها قرار دارن، بر حسب عمق و وسعتشون نقش خیلی مهمی در شرایط آب و هوایی مناطق اطراف خودشون دارن. یکی از پدیدهایی که اتفاقا در خیلی از مناطق دنیا داره اتفاق میفته و در گیلان هم ما میخوایم بهش اشاره بکنیم تحت عنوان پدیده برف دریاچه‌ای یا پدیده برف اثر دریاچه در هواشناسی بهش میگیم که اتفاقا در دریاچه‌های پنجگانه امریکا اتفاق میفته، در مجاورت دریای سیاه اتفاق میفته، در مناطق اسکاندیناوی هم دقیقاً مشابه این پدیده رو داریم و داستان به این ترتیب هستش که وقتی یک توده هوای سرد و معمولاً با منشأ قطبی از ارزهای بالا حرکت میکنه به سمت ارزهای پایین‌تر، وقتی از روی یک پهنه یا یک بدنه آبی گسترده مثل دریای کاسپیان، دریای خزر خودمون عبور میکنه، به دلیل اختلاف دمایی که بین سطح آب دریا و اون توده هوای عبوری از روی دریا وجود داره، معمولا اون پهنه آبی دماش بالاتره، گرمتره به خاطر اینکه ظرفیت گرمایی بالاتری داره و توده هوای قطبی که داره در واقع از روی عبور میکنه بسیار سردتر هست. این تفاوت دمایی که بین این دوتا وجود داره باعث میشه که انتقال شار گرما و رطوبت به اون توده هوا بسیار زیاد اتفاق بیفته و اون توده هوا در واقع ناپایداری در اون تشدید بشه و با شدت بیشتری این پتانسیل رو داشته باشه که در واقع در انتهای اون مسیری که طی میکنه در کرانه اون دریاچه منجر به بارش سنگین در واقع برف بشه. پدیده دقیقاً در استان گیلان اتفاق میفته. نمونهش همون برف‌های سنگین هستش که ما در سال 1383 داشتیم، 1386 داشتیم. حتی در نواحی که ذکر کردم خدمت شما در امریکا، دریاچه‌های پنجگانه امریکا در جنوبشون یا در همون بحث اسکاندیناوی یا در جنوب دریای سیاه ارتفاع برف میتونه قابل ملاحظه باشه. دقیقاً مشابه همون شرایطی که ما در استان گیلان داریم، یعنی ارتفاع برفی که ما در برف‌های سنگین در جلگه گیلان داریم تجربه میکنیم شاید مشابهش در هیچ کجای فلات ایران نباشه. البته بحث کوهستان رو باید جدا بکنیم، چون معمولا ما در کوهستان‌ها و
در واقع در مناطق کوهستانی کشورمون اگر زمستان موج‌های بارشی داشته باشیم ارتفاع برف میتونه عدد قابل ملاحظه‌ای باشه که اون به ذات کوهستان برمیگرده. اما در دشت بخوایم صحبت بکنیم و مشخصا در جلگه بخوایم بحث بکنیم، در واقع این برف اثر دریاچه در استان گیلان اتفاق میفته که پدیده منحصر به فرد در کل پهنه ایران هستش. بنابراین معمولاً عواملی که تاثیرگذاری داره روی شدت این بارش برف که خیلی مواقع حتی ممکنه باعث غافلگیری بشه، یعنی حتی مدل هایی که الان خب خیلی پیشرفت کردن در دنیا، مدل های عددی پیش بینی جوی، خیلی مواقع جا میمونن. دلیلش این هستش که عوامل محلی که میتونه این بارش ها رو تشدید بکنه متنوع هست. به عنوان نمونه عمق این دریاچه ها خودش تاثیرگذاری داره، چون باعث میشه که دمای آب در واقع تا حدی بالا باشه و این اختلاف دمایی که با توده هوای عبوری داره بیشتر بشه، یا طول مسیری که این توده هوا داره طی میکنه، سرعت بادی که این توده هوا رو داره حرکت میده و در واقع به سمت سواحل میاد. اینا همه در واقع متغیرهایی هستن که میتونه باعث بشه که خیلی مواقع باعث غافلگیری بشه. یعنی شاید در پیشرفته ترین مراکز پیشبینی دنیا هم این عددی که شاید مدل ها برآورد میکنن برای پیش بینی بارش، چیزی که اتفاق میفته فراتر از اون باشه. تعریف برف سنگین در مناطق مختلف دنیا بر اساس 3 تا شاخصه. یکی شاخص شدت بارشه، یکی شاخص در واقع میزان یا ارتفاع برف هست و یکیش میزان کاهش دید افقی، چون در اثر بارش برف هر چقدر شدیدتر باشه میزان دید افقی بیشتر کاهش پیدا میکنه. به عنوان نمونه مثلا در ایالات متحده آمریکا هر در واقع 12 ساعت حول و حوش 20 سانتی متر برف اگر به اتفاق بیفته به وقوع بپیونده، این اون جزء برف سنگین به حساب میاره. این عدد مثلا در اروپا در دامنه های آلپ متفاوته، 30 سانتی متر هست. ولی خب تا حد زیادی این مسئله برمیگرده به زیرساخت های ما. یعنی ما باید ببینیم مثلا در کشوری مثل کشور ما یا در شهری مثل شهر رشت، در استانی مثل استان گیلان 20 سانتی متر برف هم کلا شهر رو فلج بکنه، ولی در یک کشوری ممکنه حتی با 40 سانت 50 سانت برف هم خدمات و در واقع امکاناتی که برای شهروندا وجود داره زندگی رو مختل نکنه یا کاملا زندگی در جریان باشه به صورت عادی، حالا نه در مقایسه با شرایطی که بارش نیست، ولی تا حد زیادی با این مسئله کنار اومده باشن. ولی اون چیزی که مسلم هست، مدیران اجرایی ما باید برف سنگین رو به عنوان یکی از پدیده هایی که ممکنه هر سالی در استان گیلان اتفاق بیفته بشناسن و براش برنامه ریزی داشته باشن. برف هایی که معمولا ارتفاعشون بالای 50 سانت هستش تو جلگه گیلان، بر اساس مطالعاتی که ما و همکارانمون توی استان گیلان انجام دادیم معمولا منطبق هست بر جلگه مرکزی گیلان، یعنی همین منطقه شامل جنوب رشت، شرق گیلان، یه مثلثی هستش که در واقع غربش هم تقریبا تا سمت انزلی و رضوان شهر میره. معمولا نقطه بحرانی همین منطقه هستش که در تمام این موج‌های برفی، البته به این معنا نیست که ما در غرب استان یا شرق استان بارش برف به مقدار در واقع قابل ملاحظه نداریم، ولی برفی که در این پهنه جلگه مرکزی اتفاق میفته کاملا شاخص و مقدارش بسیار متفاوت هستش از بقیه گیلان.